از ثروتمندان اهل رشت بود. پدر آیده 4 همسر داشت که همه این زنا با بچه هاشون توی همین خونه زندگی میکردن و هایده و محسی حاصل ازدواج پدرشون با آخرین همسرش بودن. این 2 خواهر، 1 خواهر و 1 برادر تنی و علاوه بر اونا 13 خواهر و 5 برادر ناتنی دیگه هم داشتن. وقتی که آیده حدوداً 6 ساله بود پدرشون فوت کرد و یکی از برادران ناتنیشون به اسم اکبر سرپرستی اونا رو به عهده گرفت. صدای خوش تو خانواده هایده موروثی بود. خود آیده گفته که هم مادر و هم یکی از خاله‌هاش صدای خوبی داشتن. اون از کودکی به آوازخونی علاقه داشت و از 12 سالگی آواز رو تمرین می‌کرد. محسی که 4 سال از هایده کوچیک‌تر بود گفته که هایده از همون دوران نوجوانی بهش تصنیف خوندن و یاد میده و حتی خیلی وقتا اونو جمعه‌ها به